دسته دیگری منچستری باشد بعد آنکه که آخرین امکانات نجات موسم شرمنده‌وار را از دست داد و در موسم آینده از امکانی برآمد در یوروجام‌ها نیز محروم شد، سراسیمه‌وار به بازار می‌براید. این مورد گفته می‌شود که یونایتد امریم نوابسته از تلاش‌های خریداری ماتئوس کونی از وولورهمپتون همچنین اشتیاق بزرگ خریداری ویکتور دیاکرش از اسپورتینگ را نیز دارد. بازیگر شوئدی که این موسم الکی بیش از 50 گل به دروازه رقیبان زد و قهرمان پرتغالیا نیز گردید، میتواند با مربی سابقش در انگلیس همراه شود. هرچند گپ و چپ اوید آمدن دیاکرش به آرسنال زیاد بود، ولی پولداری امیو میتواند نقشه های ترانسفری ارتتا را خراب کند. بعد 3 گل خویلوند 70 میلیون در بیش از 30 بازی و بهای 2 گرفتنش در فینال لیگ اروپا، البته که اگر دیاکرش بر این گلزنها را به اولترافورد نیارند، وضعیت این دسته بزرگ انگلیسی انیق تباه می شود و این تیم هم انیق شرمنده دو دنیا می شود.